به استحضار ملت شریف، بزرگ و قهرمان ایران میرساند. دشمن در جنگ ناجوانمردانه، غیرقانونی و جنایتکارانه خود علیه ملت ایران دچار شکستی غیرقابل انکار، تاریخی و خرد کننده شده. در جبهه‌ها و به ویژه حضور تاریخی ماندگار و حماسی شما ملت عزیز در صحنه، از همان نخستین روزهای آغاز جنگ ایران به یک پیروزی عظیم دست پیدا کرده و امریکای جنایتکار را مجبور به پذیرش طرح 10 ماده‌ای خود متعهد به عدم تجاوز، استمرار کنترل ایران بر تنگه هرمز. این پیروزی را به همه مردم ایران تبریک میگوییم و تأکید میکنیم که هنوز تا نهایی شدن جزئیات این پیروزی نیاز به استقامت و تدبیر مسئولان و حفظ وحدت و همبستگی مردم ایران وجود دارد.